با شما درود میگم دوستان گرامی. اصلا همین موضوع عموما در سرم نبود، اما با یک نفر صحبت کردم و خیلی افتخارمندانه و با وقار میگفت که هرچی من با مثل شما نخوانده بودم وگرنه من هم شاید که ترک اختصاص خود میکردم و نمیدونم یک کار دیگر رو میکردم. من نخوندم، امروز من پول دارم، مال دارم، این شما گشت ده همینجا که ممکن که چنین ما شما نمیشه. استغفرالله، این چی نموده گپ زنی است، چی نموده گفتار است. این تکبری است، انیق تکبری است. و اگر این از نادانی بود ما خسته نشدیم و غضب هم نکردیم، چیزی هم نگفتیم، فقط از درگاه الله دعا میکنیم که برای راست هدایتش بکند، چون که تکبری خیلی یک کرداری بد و ناشایسته است، هم در دنیوی و هم در از نگاه دین مبین اسلام. اما دوستان گرامی، این گناه ها خیلی زیاد هستند که فقط همه چیز رو با پول قیاس میکنن. اما من گمان میکنم فقط پول داشتن، حرام رو دیگر از حلال فرق نکردن، فقط به دنبال نفس و پول و مال دویدن، این نشان بایگری نیست. مثلا با بایگری چیزهای دیگر هم داخل میشوند. من هم بای هستم، اونهایی که شما حاضر من گوش کرده ایستاده تماشا میکنید شما هم بای هستید. من برای شما دلیل میارم. وقتی که شما صبح از خواب برمیخیزید سالم هستید و الله را سپاس میکنید که شما را سالم از شب تا به روز نگاه داشت، همین یکی از نشانهای اساسی بایگری است. آنه که من همین زمان با شما صحبت کرده ایستادم، زبان من لال نیست، این نشان بایگری است. یا بار روید از آدمایی که لال هستن پرسان شوید، آنها میگن لااقل خواهش میکنیم که یک مرتبه الله زبان ما را برو گرداند که من بگویم، لااقل همین کلمه را بگم که الله سپاس. آنه که شما مرا حاضر میشنوید همین نشان بایگری است. آنه که میبینید نشان بایگری است. آنه که با دست هاتون حاضر من با وعده دارم و خواهش هم میکنم که کامنتاری بنویسید، این هم نشان بایگری است. آنه که شما سحر مثلا میخیزید میبینید که فرزندتان سالم است، همسرتان سالم است، پدر، مادر، یار و برادر و همگی سالم هستند، کسی به شما تماس نمیگیرد، کسی زود اومده خبرتان نمیکنه که فلانی در گذشته است که بدو از دنیا گذشت، همین بایگری است دیگه. شما سحر میخیزید خاطرتان جمع است، در لبانتان تبسم است، همین بایگری نیست؟ همین بایگری است که شما در خانه خود هستید، در حوله خود هستید، نان میابید، روغن میابید، آب دارید، الحمدلله. در یک جای زندگی کرده ایستادید که از بالای سرتان تنگ و توب و توفنگ، جنگ و جدال و خرخشه و مهاجرشوی و دیگر نیست. همش نشانه بایگری است دیگه. دوست داشتن، دوستان خیلی خوب که از حال همدیگر با خبر میشوید، نشان بایگری است. من با باوری گفتم میتوانم که اکثر اونهایی که پول و مال و ثروت دارند دوستان جانی که همه وقت در برشان باشند نیستن. اونها همگی دوستهای پولی هستند، دوستهای خسکی. بنابراین دوستان گرامی، هر آن نفرانی که پول و مال و ثروت و دیگر دارید، نباید آنهایی رو که به مثل شما نیستند تحقیر کرد و گفت که من پول دارم شما ندارید. نباید همه چیز رو با پول برابر کرد. دوستان گرامی، شما چی اندیشه دارید؟ اگر من نادرست گفتم بگویید، بنویسید که اسفندیار تو نادرست گفتی، همه چی از پول وابسته است. همین پول داری خوشبختی، پول داری بایی دیگرش. و اگر نه، پس عقیده خود را بنویسید تا از همدیگر چیزی بیاموزیم. وابسته به مهمیت پول، وابسته به مهنت کردن، وابسته به پولدار شدن، این موضوعهای الهیده هستند که من انشاءالله زنده باشم و ساق و سالم باشم برایتان باز ویدیوهای الهیده خواهم کرد.